درود خداوند بر شما برادران و خواهران عزیز. یک مرد از دوران جاهلیت که رسم دوران جاهلیت را شما میدونید که چگونه بود، دختری خود را فریب کرد که همراه به بازی می روند. دختری خود را به بیابانی آورد که اونجا نه شجری بود و نه حجری، و خاک را سوراخ کرد گویا که با دخترش بازی می کند، و با خنده و با تبسم و با قلب پر از خون نزد دخترش حاضر شد. اون را به آغوش گرفت، بوسید و به آغوش خاک سپارید. واقعا این رسمی از دوران جاهلیت بود و خاک ها را از هر طرف به اطراف اون جمع می کرد، آنگونه‌ای که شما الان عزیزان دیده ایستادید. خواهران و مادران، ببینید حق را به شما کی داد؟ آیا پیش از اسلام به شما حق دادن؟ آیا کسی بهتر از اسلام به شما حق داد؟ کسی که جز اسلام و کسی که پیش از اسلام به شما حق معین کرده بود، حق شما همین زنده به گور شدن بود. حق شما در دنیا زندگی کردن نبود. برای مردان پیشین یک دختر اجازه بود، از یک دختر زیاد باعث ننگ بود و اون را زنده به گور می کردن. این دخترک از قبر دستش را می بردارد، هنوزم انتظار است که کی این بازی پدرش فرجام می یابد. واقعا عزیزان، اون وقت این زنده به گور کردن را نه همه می خواستن، اما این رسم اون وقت بود. این مرد جگرش خون می گرید، از جگرش زرداب می ریزد، اما رسم جهالت و رسم گمراهی پیش از اسلام که زنده به گور کردن زنها بود، اونها را در حالت ناچار و ناانجار قرار می داد. این مرد در آرزوی دخترش می سوزد، آب دیده ریخته ایستاده است، اما اگر آن رسمی که در آن در بود اون را اگر اجرا نمی کرد، باعث طعنه و تمسخر و مسخره افراد قرار می گرفت. دختری خود را به آغوش خاک سپارید، به زمین افتاد و ناله کرد، گریه کرد و به سمت خانه روان شد. مادران، خواهران و اپه‌های عزیز اهل اسلام، اگر حق و حقوقی را شما دارید، تنها از دین خدا، از اسلام عزیز است. اگر عزت و آبرویی را شما صاحب هستید، این از دین محمد صلی الله علیه و سلم است. خدای خود را بشناسید و حقی را که اسلام برای شما معین کرده است قدردانی بکنید و از اسلام روی نگردانید. در این عقیده نباشید که اسلام دایره شما را تنگ کرده است، نه اینکه شما فکر میکنید. اسلام دایره زندگی شما را وسیع کرده بود. خداوند از هر یک شما خوشنود و خوشحال باشد. تا سبت‌های بعدی، و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.